اجازه بدید آقای باکرمان، من به شخصه هر وقت کسی انتقاد کردم اجازه بدید کسی انتقاد کردم جای اون بودم از اون برترم این اشاره به مسئله است که روشنفکران زمان انقلاب اسلامی چیکاره کردن بنابراین انتقادی به اینها کار نیست. اما آزادی یعنی چی؟ آزادی من از خودم آزاد نیستم، چطوری میتونم آزاد باشم در مقابل جامعه آزاد حرف بزنم؟ من فکر کنم ما سرمایه‌ها هستیم سر هم دیگر می‌تراشیم. چطوری می‌تونیم افکارمون رو بین مردم ببریم؟ ما که می‌دونیم چی می‌خوایم بگیم. هممون یه حرفی می‌زنیم، هممون یه عقیده داریم. و مطلبی هم که باز فرهنگ هر چیزی که آدم تولید می‌کنه فرهنگی. ساده اندیشه هر چیزی باز اندیشه مثلا فرهنگ نمی‌تونه از سیاست جدا باشه. مثلا بالخصوص در جامعه عرب مثل ما هر کاری شما بکنید فرهنگ چیز سیاسی آدم فرهنگی سیاسی نمی‌تونه بگه ما دستم می‌شیم میگم سیاسی همه ما سیاسی هستیم و سیاست مدار نیستیم ما سیاسی هستیم. یه نقطه خیلی کوچیک مقدر اشاره کنم همین سه واژه است. مسئله روشنفکر سیاسی فیلسوف به وجود فیلسوف اسلامی رو داریم. من به شخص حد و مرزش رو خیلی کم می‌کنم. به شخص من روشنفکر می‌شناسم. اگه شما می‌شناسید ببخشید فقط اگر ممکن اگر پرسشی هست اگر دوستانی اظهار نظر میخوان بکنن اظهار نظر رو در میزه گردهای دیگه با دعوت اون افراد انجام بدید. خیلی کوتاه آقای سرخودی گفتن که کانون نویسندگان در ابتدای انقلاب گرایش‌های سیاسی گفتم بعد این مواضع سیاسی گرفت. مواضع سیاسی گرفت. من تا جایی که خوندم و فکر می‌کنم که روایت هم شده ادامه‌ها هم خوندم آقای پاکرمان دقیقاً می‌تونن توضیح بدن. بزرگترین چالشی در طول حیات کانون نویسندگان از ابتدا تا حالا بوده قضیه جدا شدن عده‌ای تحت عنوان شورای نویسندگان بوده. دقیقاً در مقابل این بود که می‌خواستن که از ورود امر سیاسی به معنای تخصص کلمه جا بگیریم. اگر ممکنه جواب ندید چون من تصور می‌کنم که جای این بحث اینجا نیست. نه من میخوام به همین بحث متاسفانه بپردازم و فکر میکنم جاش هستش. اجازه بدین دو لحظه. نه من برداشتم از حرف آقای فرج سرکویی برداشتی که دوستمون کرد نیستش. من معتقدم ایشون در صحبت اولش یک اشاره‌ای رو کرد، بعد در صحبتی که بعد باز کرد راجع به آزادی بیان و خانه آزادی بیان هم یه صحبتی کرد و این صحبت آخر هم اینا یک مجموعه نگاه رو نشون میده که این نگاه متفاوته با نگاه دیگه‌ای که میتونه نسبت به آزادی بیان باشه. بنابراین این حق رو برای ایشون قائلیم که این نگاه داشته باشه، ولی نگاه متفاوتی هم هستش در نتیجه اون نگاهه که به کارنامه کانون نگاه میکنه. وقتی شما مسئله آزادی اندیشه رو مطرح میکنین یکی از و دفاع میکنین از این یکی از وظایف کانون نویسندگان میشه از منی که احیانا فعال هنری یا نویسنده نیستم ولی آزادی اندیشم گرفته میشه به عنوان یک فرد در جامعه دفاع بکنه. یعنی محدود کردن نگاه کانون در اون چارچوبی که ایشون میگه و همین خانه آزادی بیان اگر اون باشه متفاوته با نگاهی که من به کانون نویسندگان به عنوان یک نهاد مدافع آزادی اندیشه و بیان در جامعه دارم که فراتر از اتحادیه نانواها میره. این دو نگاه هستش که از ابتدا بوده و هستش. به نظر من اینجا مسئله است. حالا یکی از بله حتما یکی از پرسش‌های اساسی که متأسفانه فرصت نشد که بله آیا آزادی در خود آزادی قابل تعریف هست؟ این سوال اساسی است. به هر حال ما از آزادی بیان بله حتما اجازه بفرمایید حتما من شما رو دیدم. اگر یک لحظه اگر اجازه بفرمایید من فکر می‌کنم که مقداری اختلاط بحث پیش آمد. ما در اینجا در مورد خانه آزادی بیان بحث نمی‌کردیم. ما در مورد آزادی بیان فقط بحث می‌کنیم. درست است. من نظرات خانه آزادی بیان اشتباه من